بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسیر سوره اخلاص که این سوره در مکه مکرمه نازل شده است و 4 آیت دارد. الله سبحانه و تعالی می فرماید: بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. به نام خداوند بخشنده و مهربان. ای پیامبر بگو او الله یکتا و یگانه است. الله بی نیاز است و همه نیازمند او هستند. نه فرزند زاده و نه زاده شده است و هیچ کس همانند و همتای او نبوده و نیست. قل به یقین قطعی و با باوری و شناخت بگو هو الله احد، او الله یکتا، او الله یگانه و یکتاست و یگانگی فقط در او منحصر است. پس او دارای یگانگی کامل است و دارای نامهای نیکو و صفتهای والا و کارهای مقدس است و همانند و شبیه ندارد. الله الصمد و بندگان برای رفع همه نیازهایشان رو به سوی او می‌آورند. پس مردم جهانی بالا و پایان سخت به او محتاجند و حاجتهایشان را از او می‌خواهند و در کارهای مهم خود رو به سوی او می‌کنند، چون او در صفتهایش و در دانایی و علم کامل است و مهربانی است که رحمت او همه چیز را فرا گرفته است و دیگر صفتهای او چنین می باشد. و از کمال الله این است که فرزند نزاده و نزاده شده است، چون در کمال بی نیازی می باشد. ولم یکن له کفوا احد و در صفتها و نامها و کارهایش همتای ندارد. او با برکات و بزرگ است. این سوره در برگرنده توحید نامها و صفتها می باشد.